وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گنرال پلکوونیک رمضان رحیمزاده روز 28 آگوست سال 2023 با مقصد بررسی مشکلات مهاجران تاجیک و بررسی مسئله تعقیب و بازداشت دلشاد سیدمرادوف یا دلشاد اسبه متهم اساسی در ربودن و قتل بانکدار معروف تاجیک شورت اسمت اللهیف به مسکو سفر کرده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 29 آگوست در یک اطلاعیه گفت سفر گنرال رحیمزاده به مسکو با سفارش پرزیدنت امامعلی رحمان صورت گرفته. در رفت این سفر ملاقات او با وزیر کارهای داخلی روسیه گنرال ولادیمیر کلاکولتسف پیش بینی گردیده است. هنگام واخوری مسئله های همکاری دو وزارت آید به بود و باش مهاجران مهنتی، پرابلم و مشکلات، حفظ حقوق و پیشگیری قانون شکنی نسبت به آنها، اینچنین مسئله دستگیر نمودن جنایتکار سیدمرادوف دلشاد وابسته به گروگان و کشتار معاون رئیس آریان بانک اسمت اللهیف شورت و دیگر مسئله های مورد توجه بررسی می گردد، گفته می شود در اطلاعیه رسمی وزارت کارهای داخلی. شورت اسمت اللهیف شام 23 میلیون سال 2023 از نزد منزلش در محله 8 مارس در مرکز دوشنبه ربوده شد. بعد چند ساعت شکنجه جان داد. جسد از سوی آدمربایان به دریای زرافشان پرتافته او را بعد 50 روز جستجوها روز 12 آگوست از ساحل دریای زرافشان در حدود جماعت سرزم پنجکند در نزدیکی مرز با ازبکستان پیدا کردند. در همین حال سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که وزیر داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده که با سفر کاری در شهر مسکو قرار دارد روز 28 آگوست سال 2023 در بنای سفارت در مسکو با رهبران و تشکیلات‌های جمعیتی تاجیکان مقیم روسیه، نمایندگان و فعالان این جمعیت‌ها و چهره‌های معروف اهل ضیا از حساب هموطنان مقیم کشور اقامت برگزار شده است. سفارت گفت در رفت ملاقات دایر به مسائل مربوط به مهاجرت مهنتی، به ویژه کارهای فرماندهی و اطلاعاتی، رعایت طلبات قانونگذاری روسیه، ترتیب حجتگذاری و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی و پیشگیری از عملهای نامطلوب دعوت به عمل آورده شد. ملاقات گنرال رحیمزاده با نمایندگان مهاجران تاجیک در روسیه در حالی است که در ماه‌های اخیر ریدهای مقامات این کشور به ضد مهاجران از جمله به ضد تاجیک‌ها خیلی افزایش یافته است. ماه یون رمضان رحیمزاده با ارسال یک برقیه به همتای روسش کلاکولتسف خواستار رعایت قانون و احترام گذاشتن به حقوق شهروندان تاجیکستان در جریان این ریدها شده بود.